برادرها اجازه یک دو سه دونه فکایی بگیم؟ بله. برادرای عزیز میگه خانه یک نفر اید نمگیم حضوری چی که نگیم این خانه آقای فیاضی این میگه در پالویم شیشته آفرین خانه آقای فیاضی میگه یک چند نفر میمونی ناوقت ما میمونی ناوقت که از کیسه خود مخوره نه؟ آره این رفتمی خانوم خوره گفت که فعلا چیزی که پختگده نیه تو یک کم برنج دم کو آره خلاصه ای خانوم ازی آقای فیاضی رفت برنج دم کرد این بسیار اگه آدم ناقراره یک کم برادر عزیز به یخلم استه آره سری پایه این برادر عزیز در گلخور رفت قنجه خاتون گفت که امو بیرین اگه پختش ده ما اودیست در میمانا ببروم خاتون چی در لب خنده گفت اگر بیرین پخته شد ما تو خبر نم قدر در گلخور نرو نایی آره این یک پنده خطر شد پسر دلش طاقت نکرد رفت بودم برین چطور شد گفتم بیشتر تر گفتم که قدر نرو نایی که پخته شد ما خودیم ترکوینم چکر رسپون برمال دی موری مایی اره یک دو سه دقیقه تر شدی پسر رفت زن ازی بد تاثیر کرد هم چنچر از بین دیگ گریفت یا خوب محکم چنچه در سر ازیزه چنچه در سر ازی محکم خورد درد کرد یه اما دوف که در شیشت یک دو دقیقه تیر شد خانومش گفت بیا اودیس رو ببر بده میمانا برین آماده شده اره یه اودیس رو ورد دیس میمانا رو شوشت سفره رو ورد آوار کرد غوری پریج رو ورد میمانا شروع کرد در خوردو بعد میمانا یه رم سلازد خودو آقای فیاضی واتی امید امی سر زور شده چاش شده ناوقت شده بخور یک چند لغمه گوش شما بیغام نوش جان که ما یک خوب چند چند گلخوم خوردم آره این یک نه خب